گروهی از سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان از وزارت عدلیه خواستند که تشکیلات مدنی کشور نیز به تهیه لایحه قانون نو درباره تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکستان جلب کرده شود. این دعوت در نشست خبری چند سازمان جمعیتی در خوجند روز 13 سپتامبر صدا داد. مقامات تاجیکستان میگویند در پی تهیه قانون نو فعالیت سازمان‌های جمعیتی میباشند و گروه کاری حقوقشناسان وزارت عدلیه و متخصصان دیگر میخواهند فعالیت این تشکیلات را شفافتر کنند. از جمله یک موضوع مهم مطرح این است که تشکیلات جمعیتی باید منبع درآمد و برنامه‌های صرف و خرج خود را برای مقامات هم معلوم کنند. ولی برخی سازمان‌های جمعیتی میگویند ظاهراً مقامات در فکر بیشتر تحت نظارت درآوردن کار این سازمان‌ها هستند. دلربا صمد و رهبر سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی گفت که گروه سازمان‌های جمعیتی شامل ائتلاف ضد شکنجه حدود 2 هفته پیش به وزارت عدلیه پیشنهاد خطی خود را ارسال کرده و خواستند که به هیئت گروه کاری تهیه‌گران قانون نمایندگی سازمان‌های مدنی هم شامل شوند. خانم صمدова گفت هنوز پاسخ این درخواست را نگرفتند. به قول او سازمان‌های جمعیتی خواستار وارد نمودن پیشنهاد و توصیه‌های خود به قانون تنظیم کننده فعالیت سازمان‌هایشان میباشند. روز 13 سپتامبر 4 سازمان جمعیتی دفتر آزادی‌های شهروندی، انجمن ضیائیان علمی و تکنیکی، سازمان گلرخسار و گردآفرید برای نخستین بار در شهر خوجند یک نشست خبری آراستند. صباحت باباجانова و از مسئولان سازمان زنان گلرخسار در خوجند که به زنان خشونت دیده سرپناه و یاری حقوقی می‌دهد گفت که کمرنگی نقش سازمان‌های جمعیتی در مساعدت به حل مشکلات و درد مردم به مشکل شدن دریافت بورس و ضعف کار و فعالیت سازمان‌ها در سالهای آخر ربط دارد. این در حالی است که سالهای آخر در رابطه با موردهای برجسته نقض حقوق شهروندان در کشور نظیر وادار کردن به خودکشی همسران یا نظارت لباس ملکی شهروندان فعالان حقوق صدا بلند نمی کنند. کارشناسان میگویند سالهای آخر سازمانهای جمعیتی و فعالیت آنها هم مثل کاری حزبهای سیاسی و رسانه‌های مستقل زیر ذره‌بین قرار دارد.